саволи дигаре ки омадааст, гуфтааст оё хатми қуръон ба майит мерасад ё на? хоб оё хун таҳоратро мешиканад? хоб саволи дигаре ки овардааст, гуфтааст хоб оё хун таҳоратро мешиканад? бародарои азиз ва гиромӣ, ин пеши ман ҳозир як китоб ҳаст. номи ин китоб осору сунна аз алома муҳаддис муҳаммад ибни али нимавӣ, ки ин кас бародарои азиз ҳанафи мазҳаб ҳастанд. хеле китобшонам китоби мӯътабаре ҳаст, зеро ки ҳар як ҳадисеро ки меёрад дар зераш тахриҷош аст, ки кадом мисол дар кадом китоб ин ҳадис омадааст, исноди ин ҳадис чӣ ҳаст, ҳамашон дар зери ҳамин ана ҳадисҳо баён шудааст. зехотир дар инҷа ҳадисҳоеро ин ҳазрат баён кардааст, ки аз ҳазрати оиша меёрад, мегӯяд қола расулуллоҳи саллаллоҳу алайҳи васалам ман асобаҳу қайъун ав руъафун хоб ав қаласун ав мазюн фалянсариф фалятавадда. дар ҳадис ошкоро омадааст, пайғамбари нозанин гуфтааст, ҳар гоҳе ки агар кадоме аз шумо бо пурии таҳон вақте мегардонин, қай мекунин, мепартоед, ё як миқдор хӯрокеро хӯрдин, рафт дар меъдаву аз унҷа бо пас гашт, ба пурии даҳон партофтед. ав руъаф хуне ки аз бинӣ ҷорӣ мешавад, бинин. ав мазюн ё мазие ки бародарои азиз мақсад хо ана бисёри вақт инсон дар як чизе мисол фикраш меравад, ё бо занаш мисол гуфтугӯе дорад, каме обе ки мақсад берун мешавад. ҳазрати оишаи модарон аз пайғамбар нақл дорад ки вақте инҳо ки дар шумо ки пайдо шуд, фалятавадда, шумо аз сари нав таҳорат бигиред. яъне ин ҳадиса боз бародарони азиз ва гиромӣ, ки ана дар зераш дар ибни моҷа меояд ва бо мақсад ривояти модармон ҳазрати оиша мегирад. ҳатто мега агар шумо муфассалтар хоҳед ки ин ҳадисро агар дарёфт кунед, дар бухорӣ ҳам мегӯяд, дар боби истиҳоза омадагӣ ҳаст, ана ки зане ки назди пайғамбармон омадан, оли ман дар ҳамин ибтидои китоб мақсад ӯ ҳадисеро ки ишора кард ки аз инҷа мисол шумо нигаҳ кунед, ман инҷа ҳам дидам ки ҳамон ана خلاص برادران عزیز، اگرچند که این مسئله را مقصد در مذهب امام شافعی مقصد آمدن خون جاری را یا مذهب امام مالک اجازت میتن که اگر خون جاری هم که باشد مقصد شکننده طهارت نیست. اونا دلیلای کاظم میارن. این حاضر ما در باب استحاضه از همین کتاب حضرت همین جمع حضرت عایشه مادر میگه جاءت فاطمه تو بنت ابی حبیش، همین حضرت فاطمه دختر ابی حبیش پیش پیامبرمون آمد و از زیاد آمدن خون یعنی چیکار کرد؟ شکایت کرد که مقصد من نفری هستم که همین خون زیاد میره. استحاضهش برادرها و خواهرای عزیز یعنی مدت های 3 روزه، کمترینش اکثرش 10 روزه. وقتی ای 10 روز زیاد که آمد او را استحاضه میگن. ولی در آخری حدیث هم مقصد نگاه کردم که پیامبر نازنین هم در همینجا اشاره کردن که یعنی خب گفتن که فقال لا، گفتن انما ذلك عرق ولیست بالحیضه. گفتن فاطمه گفتن او یکی از 10 روز زیاد میآید، گفت او دیگه حیض نیست. او را گفت ذالکه را عرق میگن، یعنی عرق خونه که از رگ بیرون میشود. یعنی وقتی که خونه که از رگ بیرون شد، طرف فاطمه دختر ابی حبیش پیامبر چی گفت؟ گفت که برای طهارت کن، یعنی بخون طهارت کن. گفته همین را حضرت هم دلیل آورده است و حضرت امام ابو حنیفه هم همین را برای ما و شما اسناد کرده است که اینجا چند حدیث ها است. ولی با استناد این حدیث ها در مذهب خودمان
خون شکننده طهارت به حساب می رود. اون امام شافعی هم از غزوه ذات الرقاع از حضرت جابر دلیل میارد که صحابه مقصد نماز میخواندن، زمانی که در بدن او تیر رسید و از جای تیر خون جاری شد ولی وی نمازش مقصد قطع نکرد. برادر عزیز، اینجا هم دانشمندای مذهب حنفی میگن که او حالت اضطراری بود، یعنی در یک حالت ضرورت قرار داشت. اگر همین خیلی حالت در بالای ما هم که بیاید، ما با همون خون جاری هم نماز ما نمیخونیم. لیکن گپ در سر این است که اولی ما در میدان جنگ نیستیم، آیا تیر در بدن ما نیست؟ در این حالتایی که امروز ما قرار داریم برادران عزیز و گرامی، با حدیثی که جناب امام بخاری حتی میارش که این زنی که پیش پیامبر آمد که از 10 روز زیاد شد دیگر خون استحاضه گفت خونی رگ است، گفتی مثلا این دیگر حیض نیست، زیلیاس از خون استحاضه گفت، یعنی از برآمدن خون گفت. بچه هم دیگر چیکار کنه؟ طهارت کن. برای همین شکننده طهارت این خون به شمار می رود. خب حتی همون بسیاری از حتی پیروای امام شافعی، حتی پیروای امام مالک، خودشون هم در همین مسئله رخصت دادن جاری شدن خون هم بحث و مناظره ها دارند که حتی میگن این خونی که جاری می شود به آیت قرآن ثابت است که خون مقصد خودش این نجیس یاخه، وقتی نجیس که از بدن ما بیرون می شود، یا خون وقتی که در لباس می زند به نماز میکند کو. زین لحاظ حتی همون صحابه هم که خون با همون خون جاری، او خون جاری لباس شب به نماز میکند کو. گفتن با در بین خود همین دانشمندای امام شافعی و امام احمد حنبل بحث و مناظره است. زین لحاظ برادران عزیز و گرامی، خون طهارت را میشکند. لیکن در مسئله خون یا زرداب، اگر من طهارت داشتم یکی مبادا بینیم خون سر کرد، یا یک جای زخمی بود خونش جاری شد، یا زرداب جاری شد، این حالت در استنجا یعنی بین پا را شستن شد ضرورت نداره. فقط شما باقی اعضا را دست رو میگیم تا پامونم داخل میشود، همین ها را میشویم، تمام دیگر ما صاحب طهارت میشیم. برادر عزیز، اینجا با سوال دیگری آمده است که اذان فرض است یا سنت؟ اذان برادران عزیز سنت است. الاذان سنتون، یعنی اذان برادران عزیز از زمره حکمش سنت است. خب یعنی واجب و فرض نیست. سوال دیگری که اومد از گفته است آیا ختم قرآن به میت میرسد یا نه؟ ولی همین مثلا برادرای عزیز بسیار بسیار بحث و مناظره زیاد پیدا کرد از حساب همین شبکه هایی که مثل همین وصال حق و مثل توحید و مثل دیگر کلمه و از جانب همون نفرهایی که این برنامه ها را میبرند، از زبان همونها مقصد برآمد که ثواب مقصد ختمایی که می شود، ثواب خیرهایی که می شود، همین ها مقصد بر روحی مرده ها تا نمی رسد. این معلوم است برادر عزیز که این اعتقاد اهل سنت نیست. من در اینجا برادر عزیز یک حدیث خیلی طولانی است ولی برای شما می خوانم که شما این چیزا دانید که این حدیث برادران عزیز جناب ابن ماجه و جناب امام منذری در الترغیب و ترهیبش و امام بیهقی، حتی همین البانی که این قدر آدم متشدد است، همین حدیثی که حاضر من میخوانم همیرا حتی اسنادش صحیح میگه. خب بیاید حدیث هم میخوانیم، از حدیث میفهمیم که ثواب این کردارهایی که در اینجا یاد میشوند همهشون میگه به روح مرده های شما میرسد. ان ابی هریره رضی الله عنه قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ان مما یلحق المؤمن من عمل و حسنات بعد موتی. پیامبر گفته است میرسد مؤمن را، گفته است از عملها و حسنات هایی که میکند بعد مرگش، مثل علما علمه و نشره. برادرای عزیز، یعنی یک عالم علمش به دیگران میبخشد یا از علمش دیگران را تعلیم میکنه. انا همین برادر، اگر چند همین عالم در خانه قبرم که باشد، مردمی که از او استفاده کردیستند ثواب او بر روحی همون عالمی که در خانه قبر است میرسد. و ولدا صالحا ترکه، دیگرش کی است؟ یک آدمی که یک فرزند صالح را به باقی ماند، یک فرزند خوب، یک فرزند بهترین، یک فرزند مقصد موحد، یک فرزند بسیار خادم، یعنی همه جهت در همین فرزند خوبی ها دیده می شود. همین که فرزند در گذاشت خانه قبر رفت، بین
از حساب فرزند صالحی تربیت کردگیش هم ثواب بر روحش میرسد. او مصحفا ورثه، یا یک نفری که مبلغ داشت و یک 50 یا 100 کتاب قرآن خرید و در خواننده هاش تقسیم کرد. تا وقت این قرآن هست در دست این مردم، ثوابش میگه بر روحی همون خریداری که در خانه قبر است میرسد. او مسجدا بناهو، یا کسی که با مبلغش مسجد بنا کرد. او بیتا لابن سبیل بناهو، یا یک کسی یک مهمان خانه میسازد. ولی در جای ما این خیلی مهمان خانه های بے پول نیست که در خارج هست. مهمان خانه هستن که میره بے پول خواب میکنی، بے پول خراب میخوری. انا همین خیلی مهمان خانه ها از بس که ما ها را که خانه‌مون مهمان خانه، این مردم تاجیکی ما که سه مردم مهمان نواز و مهمان دوست های، ولی در اون مملکت ها یک مهمان خانه است. مقصد همون درباری بالاش نویسندگی است که همین مقصد چی است؟ از برای خدا ساخته شده است. میره شب تا شب میکنی، خراب تا میخوری، ثوابش به همون کسی که در همونجا اساسگذار رسیدن میگیره. او نهرن اجراهو، یا کسانی که از زمین آب میبرارن. ببین خب اینهایی که این کارها را کردن وقتی که از دنیا گذشتن، ثواب همین کردارهای نیکشان بر روحشان برادر عزیز میرسد. او صدقتا اخرجها من ماله فی صحته و حیاته، یا آدمی که در حال حیاتش، در حالی که کلیدای خزینه دادت شد، در حالی که بگیم تمام کنترل پول دادت شد، وقتی میگیره و صدقه میکنه، بعد چی میشود؟ میگه یلحقه من بعد موته. انا همین کردارهایی را که من در بالا، انا همین عملهایی را که من در بالا یاد کردم، انا همینها بر روحش حتما میرسد. یعنی معلوم شد از این حدیث. این حدیث دیگری من در پیش دارم که جناب بخاری و مسلم و ترمذی و جناب ابو داوود و همه روایت کردن از ابو هریره. میگه اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث. ببین یعنی انسان از دنیا گذشت مگر سه نفری هست که نامه اعمالش نمیپوشه خدا. یکم صدقه جاریه، کسی صدقه جاریه میکنه، راه میسازی، مسجد میسازی، ببین مهمان خانه میسازی، آب میبراری، کسی را زن میتی، همه یا صدقه جاریه. او علم ينتفع به، یا از علم دیگرها منفعت میگیرن. او ولد صالح يدعو له، یا فرزند خوبی را که باقی میمونی. اینم حدیث مشهوره که معناش چی است؟ یعنی انسان خانه قبرم که رفت، همین کردارهای نیکش در خانه قبر کمکش میکنند، ثوابش با او میرسد. معلوم میشود که عقیده اهل سنت بر همین است برادران و خواهران عزیز، که یعنی کردارهای نیک ما ثوابش به گذشتگان میرسد. این روزا چیکاری که ما هم مثال هر یک روزا میگیریم میگیم خدا پدر و مادرمون رحمت که به خاطر همین عملی صالحی که من کردستم، یا یک پیاله چای میکنم، 4 موی سفید فریاد میکنم، یک طعام میخورن، یک آیت میخونن، میگیم ثوابش میرسه، زیرا عملی صالح کردیم ما. ثواب عملی صالح برای گذشته ها میرسد. این عقیده اهل سنتی و جماعت است. الله مهربان باز هم نگهبانتان باشد، خداوند بی درد و بی غمتان کند. انشاءالله خیلی کم کم مانده هم شده ماه رمضان ای. از این لحاظ انا باز سوال هایی که انشاءالله آمدیستن ما می نویسیم، برای اونها با جواب میگردونیم و اون سوال هایی را که پیشتر وعده کرده بودم در باب دجال و در باب مرده میشنود نمیشنود، انشاءالله اونها هم در عرفه جواب گفتنن. کم کمک بعضی مشغولیت ها هم دارم، از این لحاظ به اون سوال ها نرسیدم، ولی انشاءالله در همین روزهای نزدیک اونها را هم به سمتان میرسانم. آخرا الله همتون نگهبان باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.